дар парлумони тоҷикистон баҳсу атрофи як калима хомӯш намешавад ва теъдоде аз вакилони тоҷик ҳатто ба хотири ҳамин калима намехоҳанд зери қонуни зодпарварӣ имзо гузоранд. Сабаби баҳс истифодаи калимаи авлод ба ҷои зод дар қонун аст ки ба гуфтаи вакилон набояд дар нисбати govу асп ва дигар ҷонварҳо кор бурда шавад. гузориши Мирзонаби Холиқзод дар ҳамин бора аст. پس از آنکه اصطلاح اولاد به جای زاد در قانون درباره زادپروری جا گرفت، برخی از وکیلان پارلمان با اعتراض و ناراضگی زیر این قانون امضا نگذاشتند و ادعا کردند که چگونه می شود که موافق تناسب زبان و تناسب بیان کلمه اولاد جایگزین کلمه زاد شود. مثلا اینکه به جای ذات اسب و ذات گاو اکنون من بعد موافق قانون زادپروری تاجیکستان واژه اولاد استفاده میشن، یعنی اولاد اسب، اولاد گاو و مانند این چیزها. از جمله سید جعفر عثمانوف وکیل پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که چگونه می شود که موافق تناسب زبان و ارزش زبان تاجیکی و همچنین بر اساس فرهنگ تاجیکی که به جای کلمه زاد کلمه اولاد استفاده شود، در حالی که در تاجیکستان این گونه کلمه قبول نمی شود. اما در صحبت با ما رئیس کمیته مجلس نمایندگان رستم لطیف زاده که به واسطه از جانب کمیته اینها این طرح پیشنهاد شده بود، گفت که آنها بر اساس قانون علمی یا بر اساس علم کشاورزی و علم حیوان شناسی این پیشنهاد را کردند که گویا در ادبیات های گذشته علمی ساحه کشاورزی و حیوان شناسی کلمه اولاد جای داشته است و آنها گفتند که تنها از همین نگاه آنها پیشنهاد کردند و این قانون قبول شد. اما رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهروف به شرط آن این قانون را قبول کرده است که این با شرکت زبانشناسا و کمیته زبان و اصطلاح شناسی و همچنین دانشمندان اکادمی کشاورزی این مسئله دوباره بررسی شود و در هفته‌های آینده در شورای مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده شود. و همین طور اکثر آنهایی که با ما یعنی وکیلان پارلمان صحبت میکردند خیلی با خنده با ما صحبت میکردند و وقتی که کلمه به جای زاد اولاد را به زبان میگرفتند آنها خود به خود میخندیدند که چگونه این کار میشود که انجام گیرد در پارلمان تاجیکستان و آنها نیز زیر این قانون امضا نکردند و انتظار دارند که این مسئله یک دوباره بازبینی شود و به جای اصلی خود برگردد.